ارسلان چند وقت ویدیو نذاشتی بهش زنگ بزنیم. الو سلام پارسا. الو سلام. یه چند وقت ویدیو نذاشتی. ویدیو بگیریم؟ چه ویدیویی؟ نظر خودت چیه؟ آها ببین من کیبورد دارم خب خیلی اعصابمو خراب کرده. به نظر من بشکنیمش. آها اوکی باشه دارم میام. خداحافظ. خب بچه پارسا اومد پیشمون. هاها این کیبوردی بود که اصلا منو خورد کرده بود داغون. و یه کیبورد دیگه هم داریم که اینم میخوایم بشکنیم. وای نیفتی بس بیفتی برام مهم نیست. دوتا گوشی هم داریم با دوتا موس. یه تست کن یکی این خیلی مارکش خوب بود ولی بگاه رفته. آره یعنی به نوای مختلف خورد و خاکیشش میکنیم. خداحافظ. خب بگو که یه دونه رو میخوایم پرت کنیم. اینجا یک دونه موس داریم. خب یک موس بسیار جالب هم هست که در واقع پیچاش هم باز شده. حالا دیگه نگاه کنید یه ما که تعارف نداره. چوب بندازمش موس. بنداز. اما میگی خب آماده ای؟ 1 2 3 یا اول بس ترکی. بریم پایین ببینیم چی شده. بریم؟ صدا داری بریم؟ آره دیگه بجمع کن بریم پایین. سلام. کجا افتاده یا علی؟ ویس ببینم. سان همون تیکه بود که نشون داد. اونور کلم پرت شده. حاج من نشکسته. وایسا یه تیکش هم اینجاست. هم یه تیکه دیگهش. آره یا علی این چیه اینجا افتاده؟ این قرقرشه. همینا بود؟ آره حاجی نشکسته. الان ما میتونیم دوباره سرهمش کنیم ناموسن. ولی ما قصدمون اینه که بشکنیمش. درسته؟ بابا بوی. خب شاید یک روز عادی داری راه میری و موست خسته شد. ای بابا این چه موسه آشغالی. میزنی تن دیوار. بابا بوی. دستم بیا اینجا ببینم. چرا اینو ببینی این هنوز خراب نشده. چرا خراب نشده؟ این کوی اصلا خراب نشد. میخوای با دوچرخه کیبورد رد چیم؟ دوچرخه اون دوچرخه؟ آره اون؟ آره میخوای؟ باشه تو نمیشه. بابا بوی. خب اومدیم بالا پاشتمون. حالا با اینا آره ساختمان پایین خودتون. آره بس اول مواظب صورت هم باش. بس 1 2 از اون ور یو علی. الان یه نفر میاد پایین. اولی شت. ببین اینو برای خانه تا بیا نکن باش بازی کن. کونمون رفتم ما. اینم که پدشه. بیشتر از این خودش کنیم. الان یکی از جلو میاد. الان یکی اونجا میاد. این دو طرف اینجا میاد. بس نگاه کن اینو نگاه کن. اوه نیست شد. بکن این که دیگه برشونی. راستی بچه ها این کیبوردها چون سالم نبودن خراب بودن و نه اگه سالم بودن که خود دیوونه نبودیم میدادیمشون و یه آدم نیازمندی چیزی. تو خونه بذارم. دوستان
اگه دیدید در حال کارآفرینی کردن هستید و اعصابتون خورد شد، این گونه شما کیبوردتون رو به این نکته هم اشاره میکنم که باید بچه پولدار باشه مثل ما. ما هم بچه پول داریم. گوه سگ بودیم. این گونه کیبورد رو وسط کنی. این چه بازه؟ خب بده من. وایس. از همون دور بگی، از همون دور بگی. Wandering blindly with no end in sight. Mass communication. ای وای افاظ ساختم. یکی دیگه بگی همون ساختمونه رو بگی اونجا میخوره زمین دیدش. ببین اگه هم موزتون وای خسته شدید سیمیش خیلی خوبه. یک می‌تونی؟ دو تا چیز کن. اینجوری باش اول از اینا بازی کنید. خب من اینجوری کیبورد داغون شد. داغون شد کیبورد. بچه این ازش موند. کیبورد موس. صدا داره از کجا میاد؟ من خیلی گوشی دوست داشتم وسط بازش کنم. اینو مثلا اینجوری. نه اینطوری نه اونطوری. آره ببین این گوشی از ایناست. آخ این میشه بدیم به من؟ آره این مال من. بس. الو چی؟ 20 میلیون؟ جدی داری میگی؟ ریدم دهنت. مش قرار نبود قبل اینجا اصلا خود شد دستم. بچه ما تا اینجا واقعا خیلی کار ریسک پذیری کردیم که حتما لایک بگو. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. ای احمد محمد محکم‌تر. اصلا خورد شد. بیا اینجا همین پرنده رو باش میزنم. وایس الان نمیشه همسایمون داره چرا همسایمون زیاد شدن امروز. چیکار نره بریم اینجا باید اینجوری پولش بیار. واقعا چقدر سگ جونه این گوشی قدیمی مثل نوکیا میمونه. به خدا الان چیزی رو بذاری یا کار میکنه. بده من دقیقه پرتش نکنی پایین. نه دوستان هیچ اتفاقی واسه گوشی نیفتاده. حالا به اینجا بگی اینجا مثل تو میخوام چیز کنم. آی پام درد گرفت. اتفاقی باز هم نیفتاد. ای وای دوستان واقعا چند دقیقه ویدیو شد تا حالا؟ 26 دقیقه. خوبه. اینم بود از ویدیوی ما که ریدیم. نه ندیدیم حال داد چی این خیلی حال داد واقعا. الان بگم من میدونم بیا گوشی هیچش نشد. من می‌خواستم گوشی خورد بشه. خیلی رو حال میداد نه حاجی اونجا خیلی خوب چیز می‌کردی شخص ASMR سمر. بیا از این بگی این قسمت تو یه دونه کیبورد از جمعه بازار خریدم. اگه دوست داریم من پارسا بندی بریم جمعه بازار خرید کنیم حتما تو کامنت ها بهمون بگو. خب اینم بود قصه امروزمون که بعد از خیلی وقت خود ویدیو نذاشتیم گفتیم یه ویدیو هیجانی براتون بذاریم که حداقل جبران که نمیتونه بکنه ولی خب لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. پارسا مرسی ازت که اومدی مثل همیشه پشت دوربینه. آره دیگه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد باشه. اگرم خوشتون نیومد به جفت تخمای زیباتون
نباید میگفتم. ولی خب لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی میبینتون. آفتاب داره اذیتم میکنه. بوس بهتون.